بکشید خودتون رو، این تیم نمیافته. بکشید خودتون رو، بکشید خودتون رو، این تیم نمیافته. اونجا هم گفتم با این کارا شما مطمئن باشید این هوادار قطعا شما رو میگیره. شاید الان نگیره ولی مطمئن باشید تو زندگیتون جواب پس میدید. شما منتظر یه روزی بودید که استقلال بره دهان بخواین که این بلا رو سرش بیارید. این تیم نمیافته. همه اساتید بدون هیچ مقدمه خاصی بریم سراغ اخبارمون تو این روز پرخبر و شلوغ و جنجالی. خبر اول میریم سراغ استقلالی که دیروز هوادار قهر جدولی هم تو آزادی نتونست ببره و در رتبه 11ام جدول باقی موند. هیئت مدیره استقلال امروز جلسه فوری تشکیل دادن که اولین خبری که از این جلسه بیرون اومده اینه که از قرارداد تمامی بازیکن‌ها و کادر فنی استقلال 10% کسر شده. موضوع دیگه‌ای که تو هیئت مدیره استقلال تو جلسه امروز داره بررسی میشه راجع به نیمکت این تیم. آقای بوجوویچی که دیروز در 9مین بازیش هم نتونست بردی کسب کنه اما حاصل کارش تو این 9 تا مسابقه 4 شکست و 5 تساویه. احتمال اینکه تو جلسه امروز آقای بوجوویچ یا خودشون استعفا بدن یا برکنارشون کنن خیلی زیاده و بعدش باید ببینیم 7مین سرمربی این فصل استقلال کیه. طبق شنیده ها نزدیکترین کسی که احتمال داره مربی موقت استقلال تا پایان فصل بشه مجتبی جباریه که این 3-4 تا بازی آخر حالا 3 تا لیگ و 2-3 تا حذفی اگه صعود کنن تا فینالو بشینه روی نیمکت آقای جباری تا فصل بعد برن سراغ مربی خارجی. یه سریام میگن حالا علیرضا منصوریان شاید برای این چند تا مسابقه بیاد. خب خیلی قابل استناد نیست. حتی شب صبر کنیم ببینیم بالاخره 7مین سرمربی استقلال نگونبخت تو این فصل چه کسی خواهد بود. مدیر برنامه‌های آقای ریکاردو ساپینتو اعلام کرده که این مربی پرتغالی علاقه داره به استقلال برگرده. کسی که هوادارهای استقلال هم به شدت خواهان برگشتشن و مدیریت استقلال هم طبق اخبار مذاکراتشون رو با این سرمربی پرتغالی آغاز کردن و به احتمال خیلی زیاد سرمربی استقلال تو فصل آینده ریکاردو ساپینتو که باید ببینیم مدیرای استقلال برای بخشش محرومیت 4 ماهه اون چیکار میتونن بکنن. تو یکی از حساس ترین بازی‌های این هفته لیگ دست اول پیکان به مصاف آریو اسلام شهر رفت که توی مسابقه پیکان با نتیجه 2-0 به پیروزی رسید. در انتهای این مسابقه آقای بیاتلو سرمربی تیم آریو اسلام شهر با عوامل تیم پیکان درگیر میشه که کمیته اخلاق ایشون رو احضار کرده. بیاتلو تو پایان دیدار روز گذشته به مدیر رسانه پیکان گفته که قلم پاتو میشکنم و در ادامه یک عکس جالبی از یکی از هواداره آریو اسلام شهر تو بازی دیروز براتون پخش میکنیم که واقعا به نظرم روزای جالب تری و فوتبال ما خواهد داشت اگه آریو اسلام شهر به لیگ برتر صعود کنه که خب احتمال هم داره. استوری که دیشب محمد امین کاظمیان هافک گلزن و گلساز تیم آلومینیوم گذاشت بسیار شایعه‌هایی به وجود آورد راجع به اینکه این بازیکن با پرسپولیس حتی قرارداد داخلی بسته. استوری که کاظمیان گذاشت که میبینید همراه با 6 قلب قرمز باعث شده که یه سری اخبار بیاد بیرون که قرارداد داخلی بین کاظمیان و پرسپولیس امضا شده و اولین خرید تابستانی پرسپولیس کاظمیانه. تو اتفاق جالب دیروز عضو چشمی بعد اینکه هوادارم نتونست تیم استقلال ببره و به تساوی رسید جای اینکه بیاد از هوادارا عذرخواهی کنه خیلی قهرمانانه فریاد میزنه که این تیم نمیافته، ما نمیافتیم. یعنی دستاورد دارن میبینن همینو که استقلال بزرگ با اون سابقه درخشان تو لیگ مونده. یه چیز خیلی جالب اینه که آقای کارتال مهدی طارمی رو در لیست خودش قرار داده. طارمی که دریافتیش در این فصل تو اینتر به 825 میلیارد تومان رسیده. بعد ببینیم که آیا آقای درویش میتونه این مهاجم مد نظر آقای کارتال رو جذب کنه یا خیر، که خب قاعدتا خیلی بعیده. طارمی که حتی قرارداد داره با اینتر و پرسپولیس اگه بخواد طارمی رو جذب کنه علاوه بر دستمزد خودش باید رضایت‌نامه به اینتر پرداخت کنه. بعد ببینیم چی میشه، ولی خب احتمالش نزدیک به 0 برگشت طارمی در این مقطع پرسپولیس، چیزی که شاید 2-3 سال آینده اتفاق بیفته. همونطور که گفتیم پیکان دیروز بازیشو مقابل رقیب مستقیمش برای صعود به لیگ برتر برد که هم خب شانسشو خیلی بالا برد برای بازگشت به لیگ برتر و هم قطعا روحیه بسیار بالایی کسب کردن برای مقابله با تیم استقلال بازی شنبه در جام حذفی. نکته‌ای که جالب راجع به پیکان اینه که
که 16 مسابقه است که پیکان شکست نخورده و آخرین شکستشون برمیگرده به 80 روز قبل. و در نکته عجیب ماجرا در نقطه مقابل استقلال هم 9 بازیه که پیروز نشده و آخرین بردشون برمیگرده به 60 روز قبل. حالا باید ببینیم تقابل این تیم لیگ برتری و این تیم لیگ یکی در مرحله 1/4 جام حذفی در ورزشگاه آزادی شنبه چه نتیجه‌ای داره. آیا روزگار استقلال از اینی هم که از سیاه‌تر میشه و مقابل پیکان حذف میشه یا نه امیدهای استقلال به قهرمانی جام حذفی زنده میمونه؟ یه چند تا خبر نقل و انتقالاتی با هم داشته باشیم. تو اولین خبر و جالب ترین خبر پیشنهاد آقای زنوزی مهدی قائدیه. طبق شنیده ها عددی که به مهدی قائدی پیشنهاد کرده زنوزی بسیار وسوسه انگیزتر از تیم‌های عربیه. حالا باید ببینیم مهدی قائدی تصمیم میگیره به لیگ برتر برگرده یا میخواد هنوز لژیونر بمونه. ولی با این پول پاچیایی که زنوزی داره میکنه احتمال اینکه فصل بعد مهدی قائدی زوج امیرحسین حسینزاده باشه توی تراکتور خیلی زیاده. یه خبر دیگه ای که امروز اومده از فرهیختگان میگه که یحیی رفت تا هوادار متمول به پرسپولیس نزدیک شود. خب یحیی با آقای یوسفی خیلی رابطه خوبی نداشت. توی ادامه این خبر نوشته که از زمانی که یحیی گل محمدی از پرسپولیس جدا شد هوادار متمول یا همون آقای یوسفی به این تیم نزدیک و نزدیکتر شد که در حدی که مدیریت و برخی بازیکنان از هم سبقت میگرفتن واسه در ارتباط گرفتن با این دوست امارات نشین پولدارمون که تو این بین غیر مدیریت باشگاه افشین پیروانی، مهرداد خانبان و سروش رفیعی هم ارتباط خیلی خوبی برقرار کردن با این هوادار و همین ارتباطات تو خیلی از اتفاقات مهم این باشگاه نقش داشته. یعنی واقعا اگه این اتفاق افتاده باشه باید حسرت خورد، باید گریست به حال باشگاه پرسپولیس. باشگاه به این بزرگی یه هواداری که حالا تو هر فصل 10 میلیارد 20 میلیارد 30 میلیارد کمک میکنه بتونه تو تصمیمات بزرگ باشگاه دخیل باشه. واقعا نمیدونم، بعد ببینیم کسانی که ازشون اسم برده شد چه دفاعی میان از خودشون انجام بدن، کی میان تکذیب کنن، چه حرفی دارن برای گفتن. این که این متن تا چه حد راست باشه یا دروغ مشخص نیست، ولی چیزی که مشخصه اینه که باید هر چه زودتر از طرف این کسانی که اسم برده شد و باشگاه پرسپولیس این موضوع تکذیب بشه، وگرنه واقعا آینده روشنی نمیشه برای پرسپولیس متصور بود. دیشب آقای درویش راجع به جذب 3 بازیکن جدید برای پرسپولیس صحبت کردن و گفتن که 2 بازیکن به صورت 90% و یکی به صورت 75% تموم کردن با پرسپولیس. ایشون گفتن که 2 تا از این بازیکن‌ها خارجی و یکیشون ایرانی هست. طبق حالا اخبار و شایعه‌هایی که به گوشمون رسیده احتمال 99% بازیکن‌های خارجی که آقای درویش ازشون صحبت کردن تیوی بیفوما وینگر باشگاه استقلال خوزستان و مرت هاکان هافبک تیم فنرباغچه است. مورینیو این بازیکن رو توی لیست مازاد قرار داده و به احتمال زیاد فصل آینده تو فنرباغچه نیست این بازیکن و آقای کارتال به صورت شخصی به توافقات خوبی با این بازیکن رسیده. و بازیکن ایرانی که آقای درویش ازشون صحبت کردن پیام نیازمند به احتمال زیاد که قرار جایگزین گندوز شه. باید ببینیم حالا این اتفاقات تا چه حدی پیش میاد و این صحبت‌ها تا چه حدی درست. تجمعی که دیروز مقابل باشگاه پرسپولیس انجام شد یکی از هوادارا با آقای لشکری مدیر روابط عمومی پرسپولیس درگیر شد. من خودم حال کردم. حالا کاری نداریم ولی به نظرم باید با اینا همینقدر صفر صحبت کرد. اتفاق دیگه ای که امروز افتاد اومدن رأی بازی تراکتور و چادرملوه. رأیی که داخلش نه شجاع خلیلزاده محروم شد نه خداداد عزیزی محروم شد و با یه ریش سفیدی طور کارو در آوردن. یه جلسه گذاشتن، 2 تا باشگاه اومدن جفتشون شکایتاشون رو پس گرفتن و همه چی به خوبی و خوشی تموم شد. انگار نه انگار که کشال رونی به هواداران نشون داده شده، انگار نه انگار که تهدیدی صورت گرفته از طرف آقای خداداد عزیزی نسبت به آقای تاج و هیچی به هیچی، همه چی با خوبی و خوشی تموم شد. اینم از عجایب فوتبال به شدت حرفه‌ای ماست که فقط تو ایران میشه دید. این اتفاقا رو کلی حاشیه اتفاق بد و بیراه توهین بوده ولی تش خب شکایت‌ها رو پس گرفتن و خیلی هم عالی. چی بگم والا.